بچه‌ها، بازم با مایکرافت برگشتیم. اومدم بهتون خونه نقلی یاد بدم برای اینکه زود از زامبیا فرار کنید. فقط این چوبو نمیتونید، همین چوب نیست، میتونید هر چوبی استفاده کنین. فقط اینکه باید خیلی مواظب باشین و زود این انجام بدین، چون این خونه زیادم. این خونه فقط 4 دیواریم. باید زودتر اینو بسازین تا زامبیا نیان شما رو بخورن، چون که من 1000 بار زامبیا منو خوردن. اینکه اگه میخوایم بیشتر از این جور چیزا بذاریم، حتما لایک کنین و داخل کامنت ها بنویسین چه خونه نقلی براتون بسازم. خونه که نقلی، یا اگه یه خونه خفن هم میخواستین میتونم براتون بسازم، لازم نیست تعارف کنین، میتونین بگین داخل کامنت ها. داخل چنل ما رو سابسکرایب کنین و رو دنبال داشته باشین، چون میخوایم کم کم ویدیوهای جدیدی بذاریم از مایکرافت که حالا بعدا خودتون میبینید، چون یه چیزایی داره به ذهنم میرسه، اونا رو بهتون بعدا میگم. این اول از خونه نقلی ما داره ساخته میشه. کم مونده و تمام. اگه یه خونه نقلی میخواستیم مثل همین تو کامنت ها بنویسیم. خداحافظ.